سلام دوستان، من اومدم امروز اومدیم در مورد یه سری عقاید و رسم و رسومات عجیب و غریب کشورهای مختلف با هم دیگه صحبت کنیم، ببینیم که چیا هستن. یه کشور کنیا معتقدن برای اینکه احترام بذارن به هم دیگه قبل از اینکه دست بدن توف میکنن توی دست طرفشون. این دیگه چه رسمیه؟ یا مثلا توی عروسیاشون توف میکنن روی عروس و دوماد، معتقدن که این خوشبختی میاره براشون. یا مثلا مسافرها وقتی که میخوان برن مسافرت، به جای اینکه پشت سرشون یه آب روان بریزن که این به سلامت به رو برگرده، توف میکنن پشت سرش. یعنی آرزوی سلامتی و اینکه بهشون خوش بگذره توی مسافرت با توف کردنه. کی فکرشو میکرد آخه اینجوری باشه؟ کشور اندونزی. توی کشور اندونزی معتقدن که عروس و دوماد که ازدواج میکنن با هم دیگه تا 3 روز بعد از عروسیشون اصلا نباید برن دستشویی. اگر که برن دستشویی براشون بدبختی میاره، اصلا بدشکوره براشون. به خاطر همین میشه که خانواده های اونا تا 3 روز بعد از عروسی اونها رو همینطور میپان که نرن اینا دستشویی. حالا کیا بودن که این وسط ترکیدن یا اینکه بعد از روز 3 دیگه اصلا این جنازه رو پیدا نکردن، خدا داند که این رسم و رسوم مزخرف وجود داشته باشه. کشور آفریقای جنوبی. توی کشور آفریقای جنوبی شب قبل از سال تحویل میان هرچی مبل و لوازم کهنه هست رو از پنجره میندازن بیرون، میندازن توی خیابون و اونا رو میشکنن. اعتقاد دارن که با انجام دادن این کارشون تمام غم و غصه ها و بدبختی های سال قبل شسته میشه میره، خب، و خوشبختی قراره که بیاد. حالا نمیدونم از لحاظ اقتصادی اینا میخوان چه کار بکنن، الله اعلم. خدا رو شکر که اصلا تو کشور ما همچین رسمی وجود نداره، وگرنه دیگه مردا بدبخت میشدن. مردا هم زن‌ها هم دو کار میکردن واسه این سال تحویل دیگه، همه لوازمشون نو میکردن. هر چند که یک سری از اشراف‌زاده ها این کار انجام میدن، سال به سال تمام لوازم خونه‌شون رو عوض میکنن. آخه لازم نیست، اصلا لازم نیست. یکم صرفه‌جویی کن بابا. اینو فکرش نمی‌کردم واقعا. توی آلمان اگر که یک دختر 25 سالش بشه و همچنان مجرد باشه، دوستاش برای کادوی 25 سالگیش جورابای قدیمیشون رو بهش میدن، یعنی جورابای کهنه‌شون رو میگن کادو پیچ میکنن، میگن بفرما این برای شما هست، برو بو کن، برو اصلا باش زندگی کن، استشمام کن. خیلی این اگر که توی ایران اینطوری بود دیگه باید همه میگشتن جوراب قدیمیاشون رو نگه میداشتن که هدیه میدادن به هم، چون که خیلی این اتفاق میفته. تازه این طرح پسرهای 28 ساله مجردم اومده که اگر که 28 سالته و هنوز زن نگرفتی ما میام جریمت میکنیم، برو زن بگیر. اینم واسه ما وجود داره، ولی خب حالا خوبه که تو آلمان جریمه نمیشن. برعکسش توی دانمارک وجود داره. اگر که یک پسر به سن 25 سالگی برسه و همچنان مجرد باشه، دوستاش و خانوادش توی شب تولد 25 سالگیش به سمتش چوب دارچین پرتاب میکنن. بگیر، حقته، این تیره به سمت تو چرا ازدواج نکردی؟ 25 سالگی. تو کشور ما 28 سالگی. ولی خب میگم که اون جریمه است، این یه شوخی دور همیه. بعد برام سواله، یعنی دیگه از اون به بعد یعنی تولد 26، 27، 28، 29، 30 همینطور به بعد میخوان همچین بلایی سرشون بیارن؟ من که واقعا نمیدونم. در کشور فنلاند، توی کشور فنلاند تمام جلسات کاری و مهمشون یا دور همیاشون رو توی حیاط خونه برگزار میکنن یا توی استخر و سونا. خیلی جالبه. یعنی میگه که بیا توی حیاط ما این چی میشه رد بشی از کوچمون، بیای تو حیاط خونمونو. خیلی خوبه که توی کشور ما این رسم وجود نداره که بیان توی حیاط خونه. اکثرا هم خب آپارتمان هست دیگه اینجا، خیلی حیاط به اون صورت نداریم، شاید هم اونجا همینطوریه. و اما در کشور مکزیک، توی کشور مکزیک گل زرد نشون دهنده مرگه. و همچنین وقتی که یه نفر میخواد یک رابطه رو تموم کنه، یه گل زرد رو میبره تقدیم میکنه به طرفش، یعنی برو بمیر. نه به معنی برو بمیر نیست، میگه که خب دیگه رابطه ما به جای ختم نمیشه، به سر که تموم کنیم رابطه رو، و با یه گل زرد اینو نشون میده. مرسی از اینکه با من بودید. این قوانین و رسم و رسومات عجیب غریب و در مورد کشورهای مختلف با هم دیگه شنیدید. اگر که
رسم و رسوم عجیب غریبی از کشورهای دیگه یا توی کشور خودمون به ذهنتون میرسه ممنون میشم که برام کامنت کنید. لایک هم فراموش نشه. نوتیفیکیشن رو فعال کن. فانتومه رو سابسکرایب کن. دوستتون